من چیکار کردم که من خائن شدم؟ و من در حکومت کار کردگیم نه که پول بودجه خوردگی باشم، راهبر نبودم که یگان کسه دومی سگش زیر کردگی باشم، در یگان اداره دولتی کار نکردم که به یگان کس دشمنی نکرده باشم. گناهی من همین که من در افتاستانسی راه ابریشم و من شهر خوجند در همون طرفای پنجشنبه هم کم کم تجارت داشتم و تجارت کردن نمونده تان. اگر مسئولین بالایی ندانن بفهمید نماندن من تجارت کردم. سال 2014 18 مراتب جریمه بستم.